ما 30 سال است در روسیه مردی کار هستیم. چند نفر به سبب تاجیکی ما مسلمان شد؟ دروغ میبیند، فریب میبیند. بله بعضی قهرمانی های هم دارن خلق ما، بعضی راستگویی های هم دارن، ولی ما نتوانستیم در این مدت 30 سال مثلا اقل 30 میلیونی الهیده سبب نشدیم که مسلمان شود. هر یک اگر تاجیک، حالا اگر بعضی آدمای ما گذشتن از دنیا، آدمایی که پیشتر مثلا 20 سال اول به روسیه میرفتن، شاید در این مدت 30 سال شاید 20 میلیون زیاد تاجیکی ما به روسیه، خواه 1 سال باشد، خواه 2 سال باشد، خواه 1 ماه باشد، خواه 10 سال باشد، رفت و آمد کردگی هستند. اگر همه آنها اقلا یک آدمی مسلمان میکردن، با اخلاق خود، با رفتار خود، اقلا صاحب خانه خودتونه یا همون رئیس کارخانه‌تونه یا همکارگراتونه، خیلی این بردی کلام بود. لیکن متاسفانه مسلمانم برای چی عرق می نوشی، برای چی این کارو میکنی، برای چی وای کارو میکنی، برای چی دروغ میگویی، نوار میگیرد میپرتاب مسلمان. اصل مسلمان باید دروغ نگوید، فریب ندهد و اصل باید مالی که از آن خودش نیست و باید نگیرد. هر مالی که به خانهش میبیاد باید حلال باشد. مالی کس بدون دلیل و حلال نمیشد.